ये भाई Poi già fatto il caffè da lì. Ah,
Vadi, asli furu. Olha fu, olha fu, olha fu. Olha, sì, sì.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ
خاطر این شکرانه نمیکنیم که چون رب ما است، خالق ما است، بلکه پروردگار با خاطر همه نعمت، همه خوبی‌هایش، همه صفات‌هایش شکرانه میکنیم. پروردگار را با خاطر این شکرانه میکنیم که چون رب ما است، خالق ما است، چون آفریدگار ما است، ما را با وجود آورده است. ما نبودیم، دنیا نبود، این ستاره ها و ما و خورشید هیچی نبود. الله سبحانه و تعالی با قدرتش، با علمش این دنیا را من و شما را آفرید. یکی از سبب‌هایی که ما من و شما مادر را دوست می‌داریم، پدر را دوست می‌داریم، به خاطر این است که چون سببی به دنیا آمدن من و شما شده‌اند. به همین خاطر طبیعتاً انسان پدر و مادر را دوست می‌دارد. به خاطر چی؟ چون اونها سبب شدند ما با دنیا آمدیم. به خاطر او را دوست می‌داریم پدر و مادر را. ما چرا الله سبحانه و تعالی دوست نداریم؟ که خالق ما است و رب ما است و پروردگار ما است و رازق ما است. یعنی ما را شما رزق روزی می‌دهد. اون است که پدر و مادر باره من و شما داد. اون است که تصمیم گرفت و خواست که من و شما دنیا بیاییم. اون است که این همه نعمت رو باره من و شما داد. سلامتی و همه نعمت‌ها سرچشمه‌اش، اساسش پروردگار عالم است. همین خاطر هیچ وقت انسان نباید ربش را، پروردگارش را فراموش کند. قرآن عظیم و شان می‌فرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. می‌فرماید که ای پیامبر من، الله می‌فرماید پیامبر میگوید ای پیامبر من، بگو قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. با فضل پروردگار و رحمت پروردگار خوشحال باشند. این الله شما را دین داد، الله شما را نعمت‌های گوناگون داد، شما خوشحال باشید. مهمترین نعمتش نعمت دین است، نعمت خداشناسی است. چقدر نعمت زیبا است، نعمت دین، نعمت خداشناسی، نعمت معرفت خداوند متعال بسیار نعمت بزرگی است. شما می‌دید اصل حاضر در اینترنت شبکه‌های اجتماعی هستند کسانی که ببینید که الله را نمی‌شناسند و چه روایت‌هایی مشغول هستند، پیش سنگ، پیش چوب، پیش گاو، پیش نمی‌دونم یک حیوان دیگر سرخوان می‌کنند. ببینید چقدر سرگردانند، چقدر انسان الله چقدر شرافت داده، چقدر الله انسان آبرو عزت داده، اما همین انسان بخیرد پیش یک گاو، بخیرد پیش یک موجود یک مخلوق به هر حال البته از جان می‌گذرد، وارد عبادت می‌کند. و همین خاطر الله سبحانه و تعالی را به خاطر اینکه من شما را هدایت کرد و من شما را چون اسلام نصیب کرد، من شما را معرفت خودش را نصیب کرد، الله را شکرگزار باشیم، الله را شکر نکنیم و دعا کنیم بر کسانی که سبب شدند که من شما اسلام و من شما رسید. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب و روز محنت کردند و صحابه آن حضرت صلی الله علیه و سلم، یاران آن حضرت از ابوبکر گرفته عمر تا آخرین صحابه همه اینا زحمت کشیدند، تلاش کردند، محنت کردند. آنها میتوانستند در شهر خود از قفای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز بخوانند، در مسجد بنشینند، بگن که ما دین داریم، ما مسلمانیم، دیگه توکل عیسی به دین خود، موسی به دین خود را میتونستند، اما این کار را نکردند. این خوبی را و این نعمت را و این گنج را و این خداشناسی را به من شما رساندند. من شما بود الحمدلله در کنار یکدیگر، در بر یکدیگر با برادرها نشستیم، چهره یکدیگر را نگاه میکنیم، با یکدیگر سلام علیک و یکدیگر خوبی که میرسانیم، همش سر چشم میگیرد از ایمان، از خداشناسی. همه باش الله را شکرگزار باشیم. ما شاید قدر خود را ندانیم، اما مسلمان، مؤمن بودن چقدر نعمت بزرگی است. انسان بودن چقدر نعمت بزرگی است. اگر انسان قدر خودش را بداند. میگن شخصی یک چوپانی در حالتی که چوپانی میکرد یک بچه شیر را پیدا کرد. بچه شیر خورا گرفت، کلان کرد، تربیت کرد، با گوسفندان این شیر عادت کرد، کلان شد. وقتی که یک روزی میخواست یک گردی حمله کند، آمد اطراف این گله، اطراف این رمه گوسفند نگاه کرد که یک شیری است. تعجب کرد که این شیر در بین این گوسفندها چیکار میکند؟ حیران شد. شیر چیکار میکرد؟ خلاصه که از ترس شیر نتوانست حمله کند و این نتیجه رسید خب یک مرتبه تجربه کند و رفتن نتوان. یک کاری کرد خلاصه شد و پیش شیر رساند. اون که تو چیکار میکنی؟ تو شیر هستی، این شیر هستی، تو شیر جنگل هستی، جاهتری بگیم که حیوان در جنگل هستی، اما از تو میترسد، تو در بین اینا هستی،
با گوسفندان در سری هم که شیر بود من گفت رو نمیفهمم چی میگوی من شیر هستم شیر جنگل هستم فلان هستم من نمیفهم گفت این گرگ حس کرد که این شیر بچه بنده خدا در دیگه حال در دیگه دنیا هست او که ای بچه شیر یا مثلا نشان بودن چی هستی تو کی هستی او را برد لب دریا او نگاه کن صورت خدا را در آب در آینه نگاه کن در آب نگاه کرد صورتش را معلوم هم دست وقتی نگاه کرد که همین شکل دارد مو دارد کلام هست بزباله هست بندگه هست من چی هستم واقعا تو شیر هستی حتی خدا آمد یکی انسان چرا ما خط به خود نداریم الله سبحانه و تعالی من شما مسلمان مؤمن انسان آفریده اشرف المخلوقات بهترین مخلوقات الله سبحانه و تعالی مخلوقات زیاد دارد آسمان مخلوق الله است زمین است درختان این آب کوها پرندگان چرندگان خزندگان همه اینا مخلوقات پروردگار است اکثر اینها در خدمت انسان است انسان استفاده میکنه بسیار اینها را نعمت هستن برای انسان اما خورشید به این کلانیش به این بزرگی در خدمت انسان است همین خورشید را نگاه کنید این آفتاب چقدر بزرگه در خدمت انسان است وقتی انسان در فرمان الله باشد همه اینا در فرمان انسان میشه شما میدانید یوشع بن نون در زمان موسی علیه السلام بعد از وفات موسی علیه السلام پیغمبر بود بعد از یوشع بن نون نام شد این پیغمبر تصمیم گرفت که با بنی اسرائیل بیت المقدس را بگیرد از دست دشمنان و همینطور گرفت وقتی که روز جمعه بود می‌جنگید یا وقتی بیگاه شده است افتاب خرید میشستن او پروردگار را این بنی اسرائیل عادت دارند که همون که در روز شنبه و چه نمی‌جنگند پروردگاری افتاب را نگاه دارد رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود که این آفتاب با این بزرگی برای هیچ کس تا امروز نیفتاده بود فقط یوشع بن نون از الله خواست پروردگار آفتاب نگاه داشت با اینکه بگیم بنی اسرائیل اونجا را پس کردن بعد خداوند متعال آفتاب کم کم با پایان رساند که کم کم آفتاب داشتن و غروب کردن شد این آفتاب با این بزرگی در خدمت انسان در خدمت من و شما و همین خاطر الله سبحانه و تعالی را بشناسیم قدرت الله را بشناسیم صفت پروردگار را بشناسیم با الله محبت داشته باشیم با الله نزدیک باشیم انسان ها در دنیا کوشش میکنن به یک انسان نزدیک بشوند به یک انسانی خودشون نزدیک کنند قریب کنند با فخر هم میکنند آیا انسان خوب است یا نیست چیه در اون چی مسئولیت است هر کس خودش میدونه اما انسان باید بزرگترین هدفش این باشد به پروردگار نزدیک باشد به الله فخر کند چرا اون احکم الحاکمین پادشاهان خالق است رب است همه خوبی ها همه قدرت و دست پروردگار است هر کس الله را داشته باشد همه چیز را دارد هر کس الله با او باشد یعنی خوشبختی دنیا با او است هم در این دنیا کامل هم در آخرت کامیاب این روزی جمعه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی محبت خودش را نصیب من و شما بگرداند رابطه من و شما با خودش نزدیک بگرداند الله سبحانه و تعالی در روز جمعه قدم هایی که زدیم به طرف مسجد و سوی خودش قبول بگرداند الله سبحانه و تعالی نماز ما را نیکی های ما را صدقات ما را خوبی های ما درگاهش قبول بگرداند و ما و شما در دنیا و آخرت سربلند و موفق و کامیاب بگرداند و الله سبحانه و تعالی سلام ما را درود ما را از جانب ما و نشستگان و روح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برساند و روح هم حضرت از من و شما شاد و ممنون بگرداند در حدیث است که هر کسی که صلوات بخواند فرشتگان این صلوات به آن حضرت میرسند میگن که فلانی فرزند فلانی یعنی نام مرا میگیرن نام من شما را اگر فلانی مثلا احمد فلانی پسر فلانی با تو سلام فرستاد صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید برحمتك یا ارحم الراحمین موضوعی که من شما امروز انشاءالله صحبت میکنیم اطراف حفظ ارزش‌های ملی نشان خودشناسی بله
برادران، من و شما در دنیای زندگی میکنیم، در اصل زندگی میکنیم که شما میدونید اصل بسیار پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی در حالت بسیار سرعت بلند در حال پیشرفت است. در اصل زندگی کردیم که دنیا به مانند یک دهکده است، دنیا مانند یک قشلاق است. هر روز خبرات در این دنیا اگر در گوشه دنیا اگر خبر یک اتفاق پیش بیاد، یک مسئله پیش بیاد، این طرف دنیا با خبر میشود. این زود انسان ها باید دیگر رابطه دارند، رابطه دارند. در قدیم مثلا شاید ماها میکشید، 6 ماه، 1 ماه، 2 ماه برای رسیدن سفر کردن ماها میکشید که یک فرهنگ دیگر از یک مردم دیگر با خبر شدن، یک جا خبر بگیرید وقتی زیاد میخواد، ولی امروز وقت کم بگیرد. امروز رابطه ها رفت آمده ها بسیار شده است. این مردم های دیگر کشورها دیگر فرهنگ ها میآیند دیگر کشورهای من شما دیگر جا ما میریم، برای رفت آمد بسیار هر روز رفت آمد نزدیکتر و بسیارتر شده. یعنی میخواستم این رو عرض کنم که وقتی رفت آمد بسیار هست، فرهنگ هر کشور، فرهنگ هر ملت در خطر است. به این معنی که وقتی رفت آمد که شد، از دیگر کشورها، دیگر ملت‌ها، دیگر فرهنگ‌ها وقتی رفت آمد کردن، یک خطری هست. مبادا شهروندان اون شهر، اون کشور، مبادا فرهنگ اون بیگانگان را که تحت تاثیر قرار بگیرند، از آنها تقلید کنند، فرهنگ خود را ناچیز بدانند و فرهنگ خود تقلید نکنند و از فرهنگ خود فخر نکنند. این بسیار مصیبت است. واقعا در خطر است. امروز ما می‌بینیم که خوردن نوشیدن به فرزندان ما و دیگر را تقلید میکنند، در خطر است. حتی درس خواندنشان، راه رفتنشان، لباس پوشیدنشان، حتی صحبت کردنشان از دیگران تقلید میکنند که میان دیگه هستند و بهتر هستند. دو مسئله، یکی بعضی انسان‌ها فخر میکنند، طعنه میزنند به دیگر ملت‌ها. یک مسئله دیگه که بعضی‌ها خودشون کم میشمارند که میگن ما کسی نیستیم، زبان ما، فرهنگ ما هیچ چیزی نیست در مقابل دیگر، ما بهتر از ما. یعنی به خودش اعتماد نداره، به خودش باور نداره، به خودش فخر نمیکنه. چیزی که الله با او داده، این استعدادی که داده، توانایی که داده، با او فخر نمیکنه. در حالی که الله سبحانه و تعالی هر انسان را یک استعداد داره، یک توانایی داره. شما میدونید که وقتی که الله سبحانه و تعالی انسان را خلق کرد، اولین مرتبه الله تعالی انسان از خاک آفرید. خلقته بیدیه، یعنی من انسان با دستان خودم، با قدرت خودم الله تعالی انسان را خلق کرده و نفخت من روحی، از روح خودم به او دم میدم در خاک. الله انسان از خاک آفرید. وقتی انسان الله از خاک آفرید، اولین مرتبه، دو مرتبه از پشت پدر در دنیا. این نسل به نسل انسان ها یک آدم تولد شده، بابای آدم و حوا، از یک مادر، از یک پدر. بعدها مثلا تشکیل شدن خانواده و بعدن که با نگاه کنی از یک خانواده مثلا 100 نفر یک اولاد تشکیل میشه. همین که کلام شد، فرهنگ‌ها شد، منطقه شد، بزرگ شد، زبان‌ها تشکیل شد. این خداوند متعال خود پروردگار همین که زبان‌ها به وجود بیاد، یعنی حکمت بیاد، فرهنگ‌ها به وجود بیاد، عادت‌ها به وجود بیاد، استعدادهای هر خیلی با وجود بیاد. این خود پروردگار است. یعنی هر فرهنگ، هر ملت با خود فرهنگ یک استعداد خاصی دارد. نباید خودش را تحقیر کند، نباید خودش را پست بشمارد، کم بشمارد. هر کس بعضی انسان‌ها خودشون را ناچیز می‌دانند، پیش دیگران مثلا تحقیر می‌دانند که ما هیچ چیزی نیستیم، دیگران خوبند، دیگران بدند. الله سبحانه و تعالی فرموده یا ایها الناس انا خلقناکم، ای انسان‌ها ما شما را خلق کردیم، یعنی خاطرتون جمع باشد. این همه انسان‌ها الله را آفریده، هیچ کس در اون جنس دیگر، در اون ماده خاص دیگر نیست. همه انسان هست. انا ما خلقناکم، الله آفریده، هیچ کس خودش به وجود نآورده. یعنی ما اراده نکردیم که حتما در تاجیکستان را دنیا بیاییم، در دیگر کشورها به دنیا بیاییم می‌تونیم. این خاص پروردگار است. الله چه اراده کنه همون. یا که ما فارس باشیم، یا که دیگر ترک باشیم، یا که دیگر زبان. این خاص خداوند محمد، یعنی الله را آفرید.
خدا ما را داده است استعداد توانایی صفت فرهنگ داده است ما فخر کنیم هویت خود را به دست بیاریم هویت یعنی چی؟ هر ملتی و هر مردمی هر جایی فقط یک هویت داره یک صفت خاصی داره اون صفت باید نگاه دارد مثلا زبان دارد مثلا رسم و رسوم دارد عادت دارد طرز معامله دارن ما باید حفظ بشه اینا شناسنامه یک ملت نباید ما فریب بخوریم و بگیم که چون دیگرها بهترن ما فرهنگ خود رو دیگر بگیریم فرهنگاتون توجه نکنیم و عادتتون توجه نکنیم در نتیجه این فرهنگ ما این مدنیت ما این تمدن ما از بین برود امروزه متاسفانه اگر بگیم که یک نوع هجوم فرهنگی است یک جنگ فرهنگی رفته است اگر من جنگ با سلاح نباشه جنگ فرهنگی یعنی عادت‌ها را از دست میدیم فرهنگ‌ها را از دست میدیم زبان از دست میدیم هویت از دست میدیم یا ایها الناس انا خلقناکم ما شما را خلق کردیم همه انسان‌ها را من ذکر و انثی از مرد و یک زن برترین هیچ کسی این انسان‌های دیگر فرشته نیستند انسان‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند فرشته نیستند یک مرد زن هستند و جعلناکم شعوبا ما شما را قبیله و قبیله بگیم که زبان به زبان گردوندیم لتعارفوا و دیگر را بشناسید این در یک حکمتیه یک کس مثل زبانی مثلا فارسی داره که زبان عربی داره که زبان ترکی داره ما آفریدیم اینا رو ما خلق کردیم حکمتی هست با یکدیگر استعداد یکدیگر را رشد بده تکامل بده حکمتی هست نه اینکه مغلوب یکدیگر بشید مثلا کسی دیگر بگه چون فرهنگ شما بهتره مثلا شما خوبترین زبان شما خوبترین من زبان خود ترک میکنم و زبان شما نمیذارم هر کس باید به همون زبانی که داره فرهنگی که داره تمدنی داره افتخار کنه این فضل پروردگار الله داده است بابا یک حال یکدیگر نه استفاده کنه از فرهنگ یکدیگر لیکن نباید به این معنی که فرهنگ خود از دست میدیم تمدن خود از دست میدیم زبان خود از دست میدیم رسم و عادت خود از دست میدیم اشتباهیه میگم زرتشتی رفت یک مکتب درس خوانی از امتحان گرفتن امتحان گرفتن افتاد خوب است سواد خوب بود اما یک کار را نمیتونی کردن شما که نمیتونی خوبایی که نمیتونی نمیتونی موافق نمیشه تا من چکو کنم باید تمرین مشق کنم یک سال زرگوش بچرا منت کرد شینا کرد یه زرگوش پر شنوکن نیست بعد یک سال خسته دیگه بیشتر میتونی با تجربه این پیش رفت خیلی خدا با تجربه از حرارت از من بگید من همون حالا درس چکار کنم من یعنی درس میکنم دارم از کارم خوب هم از باید من یک سال موفق نیستم یک سال شما باید خدا امت یک سال دو سال حیث کردن سالی که شنو کردن میتونی تو اگر تو دایی دو سالی که مثلا شنو کردی دو سال آیمان میداریدی تو حیث کردن که بیشتر میداریدی که در جنگل دوی اکنون من میداریدم یعنی هر کس فرمان میکنه استعداد دارید وقتی در اون استعداد که قانون کنی سرونه کرده در سرایی که مثلا نمیتونی رو را ولی اون خوب آفرده نشده یا که توانش نداری دیگر کار بشد دیگر استعدادی که دیگر توانایی داری کن دیگر همجا مثلا شاید یک کاری میکنه که دیگر همین کار باید حتما بکنیم مثلا وقتی این کار که نشد دیگر کار را چسبن نداری دیگر کار را قبل نداری استعداد داریم توانایی داریم و قبایل تعامل شما را قبیله بگیم محل زبان با زبان‌های مختلف گردانده شد که ما دیگر را بشناسیم دیگر بگیم که یک درس بگیم دیگر معلومات بگیم دیگر که مثلا خدمات حکمت داشته که مثل زبان اروشی زبان انگلیسی یاد میگیرن دیگرها مثلا دیگر کشورها میرن و مثلا همین زبان ازش پروژه پیدا میکنن مثلا همین زبان فرهنگات یا یاد میگیرن خداوند بزرگ میتونه همه رو به یک زبان بیاورد خداوند خاص الله در یک حکمت یا در یک استعداد یا در یک توانایی
همه خود هر ملت و هر شهروند هر کشور و فرهنگ خود، زبان خود، استعداد خود فرق می‌کنه. ما که اولا الحمدلله مسلمانیم، هویت اصلی ما مسلمانیم، مؤمنیم، فارسیم، تاجیکیم، تاجیک بودن ما، فارس بودن ما با اسلام آمیخته است. اسلام اگر نگاه کنیم وقتی آمد نگفت که فرهنگ‌ها را از بین ببریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی اسلام را آورد، هم به لباس خود عرب‌ها به لباس خود، مردها به لباس خود، هر که به لباس خود، همون چیزی که شناختن ما را به خدا شناختن، همون چیزی که داریم، فرهنگی که داریم، اگر کمبودی اصلاح شد، اما به فرهنگ خودشان بودیم. طوری تعریف بزرگان من شما چقدر خدمت کردند برای این زبان، از سعدی، شروزی، خیام و همه اسمهای زبانی که من شما هیچل شهر می‌بینیم بی‌خبره که چه خدمت‌هایی برای اسلام، برای مسلمین، برای وطن، برای اساس‌گذار این دولت اسلامی چه خدمت‌هایی کردند. چقدر علما را، چقدر دیگه شاعرها را کمک کردند که تا این زبان، تا این فرهنگ یک سوال مردم مانند. چه خدمت‌ها سر خدا رحمت کنید. بزرگان من شما تا این مورد زحمت کشیدن این ملت برای ملت زبان حفظ کردن و این تمدن و این فرهنگ ما رو حفظ کردن. نباید ما گرفته شعارهای دیگر شیم بریم به سر این رو که بگیم فرهنگ خود حقیق به شما بگیم فرهنگ ما فرهنگی نیست، عادت رسم رسوم خدا عادت نیست، باید این بیانات تقلید کنیم. بعد از ماها مثلا بعضی دیگه فرزند من با تاجیکی صحبت نمیکنن، با انگلیسی صحبت میکنن، فقط با اردو صحبت میکنن، تاجیکی رو نمیدونن. هر جهت جو فخر کیسه، هر جهت این مصیبت یک عیبه. فرزند ما در درجه اول زبان خود رو بیاموزد، فخر کنه به زبان خود. بعد بله زبان ها رو اگر می‌آموزد به خاطر یک چیزی رو گرفتن، به خاطر دنیا رو فهمیدن، دیگه مثلا ما باید در درجه اول فرزند خود رو بفهمیم. فرزندم زبان ما این است، فرهنگ ما این است. بگیم کنده و ریشه ما از فلان جا است، ما این خیلی عادت داریم، ما این رسم ها داریم، نباید فریفته دیگر رو بشیم. خدا بهترین رسم و عادت که ما داریم ممنون باشیم، چون بهترین عادت ها داریم. حتی در لباسی که لباسای خوشحالی داشت می‌پوشیدیم، لباسای بهترین لباسات ما پدرای ما مادرای ما داشتن. امروز متأسفانه بعد از خواهران اون لباس پیشنا ندارن، فرهنگ پیش ما و ابوها ارزش رو ندارن. برای چی فریفته همون بعضی کشورهای دیگر شدن، بعضی فریفته فرهنگ‌های دیگر شدن. بعد می‌فرماید این اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اینجا دو مسئله که زمان انسان می‌فرماید شما رو مقابل قبیله آفریدیم یا گرداندیم هر کس هر زبان. اما یادتون باشد دیگر، یادتون باشد که سخنی من البته یادتون باشد ترجمه برنید این در قوسی را میگم یادتون باشد که این اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی پیش خدا کسی قدر داره که با تقوا باشد، پرهیزگار باشد، خدا ترک باشد، مؤمن باشد، پیش خدا قدر. این که زبان دیگر، زبان بهتر باشه و دیگر و دیگر این مسئله پیش الله سبحانه و تعالی مطرح نیست، مهم نیست. پیش خدا کسی قدر داره که با تقوا، خدا ترک، پرهیزگار، مؤمن‌تر است، پرهیزگارتر است، رعایت می‌کند. خدا را می‌شناسد، رعایت می‌کند. تنها شناختن نیست، ما تنها خدا شناختن. اکثر مردم خدا را می‌شناسند، 99 از 10 همه الله را می‌شناسند. این چیزی که مهم به خدا از ما می‌خواد عمل است. عملا ما الله را باید بکنیم، نشان بدیم بر عمل خود اثبات کنیم پروردگار و بنده تو هستیم، در عمل تسلیم پروردگار است. این مهم است. گفتم که یک مسئله که در این آیه گفتم خدا ما را همه ما را یک مرد زن آفریده قبیله گفتم بعضی در این دو مسئله پیش میاد. بعضی خودشون رو برتر میکنن، این فخر میکنن چون دیگر زبان‌ها دیگر ملت رو برتر این کاری بدیه. همچنین بعضی خودشون رو تحقیر میکنن، حقیر میشمارن، ما از دیگرها کمتریم، زبان ما خوب نیست، فرهنگ ما خوب نیست. این هم بد است. ما نباید خود از دیگرها بهتر بدونیم، همچنین نباید خود از دیگرها کم بدونیم، یعنی بین وسط. چیزی که خداوند متعال ما را زبان داده، فرهنگ داده، فارس هستیم، الحمد تاجیک هستیم، فارس هستیم، فرهنگی که داریم، بهترین خرافات داریم، بهترین عملهایی که داریم در کشور. ما از خود فخر میکنیم الحمدلله، بهترین چیزا هست. ما هیچ وقت خجالت نمیکشیم از طواف که داریم، طواف کلام. وقتی از مهمون خارجی میاد باید کار میکنیم، باید طواف کلام میاریم در پیش میمونیم، کار هم میکنیم.
شکرال که داریم، هر چی که داریم افتخار میکنیم. کردون جایی چیزی نیست. همین خاطر فرزندان ما خیلی خانواده خیلی نقش مهم داره در اصلاح فرزندان. این خیلی باید احتیاط باشه که فرزندان خود رو به فرهنگ خودمون، به زبان خودمون، به عادت رسم و دین داریم آشنا کنیم. خیلی مهمه. امروز گفتم که دنیای چیز است که از تلفن، از شبکه‌های اجتماعی می‌بینن جوانان، می‌بینن که اونو خیلی رفتار دارن. حتی همین که توی ترکی می‌بینن که اینها بعضی چیزا امروز خواهران ما، بعضی برادران ما دیگه خود به خود شریک‌های اونها شده. در عمل می‌بینی که مثل اونها سلام می‌کنن، در خوردن مثل اونها سلام می‌کنن. میگه برادر با دست بخور بسم الله بگو، با دست افتخار هم سنت این مسلمان. شاید بگن که نه همون چقدر می‌کنن. مثال میگم ندارن، اما بعضی وقتا ایران عیب میدونه برای معنا. عیب میدونه. این خدمات تحصیل بکنه تحصیل فرزندان را که هویت اصلی، اون یه فرهنگ اصلیمونه و عادت‌هایی که داریم، رسم و رسومی داریم، اونا رو باید داشته باشیم. نباید مثلا که خجالت بکشیم، نباید مثلا هم بگیم که موافق فرهنگ پستر داریم و این خیلی مفالانیم. این کاری اشتباهیه و خطاییه. همون خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که فتبعن سنن من کان قبلکم. به خاطر می‌فرماید که آن حضرت که شما ای مسلمانان زمانی میرسد، لحظه‌ای میرسد که شما وجب به وجب، شبر وجب به وجب، ذراع به ذراع دیگران خیرایی میکنند دیوانوان. حتی لو سلکوا جحر ضبی، میگه حتی اگر سوراخ یک جنداری که برامد همونجا میریم. صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ای رسول خدا مقصد شما چیه؟ یهود و نصارا گفتند بله کی باشد؟ نصارا. رسول اکرم صلی الله علیه و فرمود شما از اونها خیرایی میکنید وجب به وجب، ذراع به ذراع. یعنی هشدار، یعنی خیرایی نکنید، هشدار میدید. ما فرهنگ خود داریم مسلمان‌ها، ما عادت خود را داریم. و این معنی به معنی دشمنی نیست. معنی اینه که هر کس فرهنگ خود را به نمایش بگذارد. اون استعدادی که داریم، توانایی داریم که الله ما به همون یاد می‌کند، هر کس باید استعداد خود داشته باشد. این معنی دشمنی نیست. اما خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جای خالق المشرکین و خالق الیهود و یهود و نصارا مخالفت نیست. که فرمود که شما سرخره کرد. باید این حرف نمیکنن در رمضان ما شما سرخره کنید. هر برکت داره، حتی یک لقمه باشد. شیرها باشد. شما بخیر. یکان حضر میفرمود شما یهود با شما نماز نمیخوان شما بخوانید. این سربازانی که در مرز از این مرحله که شما خیلی جانسان یک سن کنند میتونه که موضوعی که داره موضوع هم محض بکشن، هم در حالتی که خود برپسند روزه هستن و این چی نیستن نماز بخونن باید میتونه کارات دارن این چیزی خود به نماز هستن. میفرماید که شما اونو به نعلای و کفور که موضوع میکنن شما نماز یه شخص در جای جغبه سر داد همه که دارن بسیار ندارن با کفور نماز بکنن. مسئول که تمید تازه اینجا دیگه فرم میفرماید که شما روی کارت میکنن شما این کار نکنید. شما صفت خدا دارید، شما فرهنگ خدا دارید. این معنی میتونه فرماید که در دهم عاشورا روزه گرفتن سنت است. یهودیان که روزه میگیرن به خاطر که موسی علیه السلام در این روز موفق شد از شر فرعون نجات یافت روزه گرفت. یهودیان روزه میگیرن ولی حضرت وقتی که ما نخوام در عمل بگیریم ما مخالفت با یهود کنیم که مانند نشیم با اونها. این خاطر نگاهان حضرت که هر مسلمانی هر مؤمنی باید خدا داشته باشد. من تشبه به قوم قومی در جای می‌فرماید هر کس با شما یک قوم دیگر ملت دیگر مسلمان همرنگ اونچنه از اونها از روز که با اونها میخیزن.
از برتر و زبان برتر چه برتر بدونید دینی که ما نه همچنین با خود تحقیق شماره که ما فرهنگ خوب بودیم در درجه علوم کار با اشتباهی هر کسی خودمون دیگه در فرهنگ و در تمدن زنده با یک فقر در جای دیگر اون نظر می‌فرماید إن من أمتي أربعا من أمر الجاهلية فوق ذلك از امر جاهلیت در امت من دیده میشود در جاهلیت نمیتونیم در این اسلام نبود جهالت بند باری فرمد این 4 خصلت از زمان جاهلیت در هر کس دیده شد آنها معلوم میشه جهالت لكن الفخر في الاحساب فخر که بنسبه من فلان اولاد هستم من فلان قبیله هستم من فلان کشور هستم من روس هستم من اینجا انگلیس هستم من فارس هستم هر کس فخر کردن هیچ معنا ندارد هیچ فخر اما همه انسان هست ابوذر غفاری که صحابه بهترین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انسان صحابه انسان اشتباه میکنه اما صحابه وقتی که اشتباه شده فهمیدن توبه میکنن اصلاح میکنن بلال گفته ای بلال یه خشمگین و ناراحت بود ای بچه سیاه به مادر مثلا بچه سیاه بلال رضی الله عنه چند ناراحت شد اگر کسی مثلا یک افراد کنی از اینجا بگرد گوش شد مثلا میگه هر وقتی من نصابش تحقیق میکنی و تحقیق میکنی خیلی سخته و ای بلال ای سیاه بود بلال خیلی ناراحت این خبر با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میدونم که همه چقدر ناراحت که هر چی دارد میگه ولی رفته ابوذر میدن هنوز هم اون جاهلیت هست فکری جاهلیت اندیشه جاهلیت هست ابوذر چقدر ناراحت و خشک زمین صاف میکن داخل زمین ریخانی و ابوذر گفت ای بلال او سر به سجده مونم سر به زمین دوره سجده میکرد دلم آرام نمیشه صحابه را تحقیق و مشکل ناراحت طوری جاهلیت فخر في الاحساب برای فخر کردن با منطقه‌ها این یک جاهلیت روز بعد من از جراحی بعد توان بهتر توان بهتر معنا ندارد که مسلمان ما بودیم که معنا ندارد اگر کمبودی هست در خودش در قوم و قبیله و در ملت نیست طعن في الانصاب طعن زن دومی امر جاهلیت در زمان جاهلیت طعن زن و نسبه های گرام اون قومی خیلی هم اون قبیله خیلی اون محله خیلی محله اون محله فلان هست اون مردم کار میگن مردم فلان میگن کل کسی میگن طعن میزنن عیبت میکنن پس میزنن ولی خب بگید اگر یک کس عیبه یا اشتباهی کنه خدای نکرده همه قوم و قبیله زیر سوال میبرن سیمی و استثقاب نجوم چیزی که در جاهلیت بود در بعض مسلمانان دیده میشد فالگینی با ستاره ها هنوز هم هست بعضی میگن فلان ستاره خیره شدیسه کسی میبره فلان کار شدیسه کسی میبره سگ وجود کشیسه یا فشی گذشت این بالا میشه این فالگینی ها این فشتینی ها و این بگیم این خیلی فکرها اصلا در اسلام ندارن الله میتونه فردا چی میشه لحظه بعد چی میشه فردا چی میشه کسی با یک بنده خدا کار کرده است از محکم هم که سخن مشهور رفته این 2 سال و نگذره این بلاد میشه وقتی نیکه ها میبینیم بعضی خرافاتی در شهر داماد سوزن میزنن از این بلا و چشم خدا نگه دارن برای اینکه از بلا و فضل نگه دارن خدا ما را باید که با الله ترین یوان اون دعای سو با شما بکنیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات بود شما میدونید که پیامبر از جادو کردن ولی بعضی میگن که ملوگیش کرد ملا جادوگری نمیکنه جادوگری میکنه متاسفانه ملا را خود جادوگری از جای کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که این معنا بودیم اگر پیامبر بود علما و یک ملا وارث پیغمبر هستن پیامبر را جادو کرده اید حضرت عایشه را جادو کردن هم با همین سوره ها با همین قرآن کشد شفای آمد سیمیش
ولی استثمام این نجوم فال گفتم و ستاره ها که فال میگن بعضی ستاره شناسی که دیگه نه دیگه مثلا همونی که انسان باید که الان ستاره اینجا بیاد که این میشن این میشن دیگه مثلا این خرافات و اساس نداره و نیاحت المیت نحن داد فریاد کشف کنه بالای میت و بعضی ها وقتی که یک مصیبتی میشوند پدر مادر هر انسان طبیعی هر انسان دلش میشه اما نباید انسان از کنترل بیرون شود نباید از دایره بگیم که مسلمانی دایره اسلامی بیرون شود وقتی بعضی مثلا داد فریاد ای فلان ای کاش که من میمردم که نمیمردم ای کاش که فلان فلان ای کاش که بعضی حتی تا جایی میرسه سخنان کفر هم میگن که پروردگار میگن فرزند مرا دید تفاهمده دنیا دیگر ندیدی که سخنان کفر است سخنان مثلا سخن سنگینی الله سبحانه و تعالی از مادر و پدر مهربان دارد خواست بنده خودش هر وقت خواست میگیرد اگر 1000 تومان نقد میرود اما انسان چه پروردگار باید به تقدیر الله راضی باشد اگر گریه میکنیم اگر ذکر میکنیم دیگر نداره از چشم انسان اشک میاد اما نباید سخنانی داد و فریاد کشیدن نخواه کشیدن سر صورت خندن من حضرت میفرماید هر کس توبه نکند روز قیامت الله سبحانه و تعالی یک لباس خودکشی میکنه در وقتی فوری مصیبت داد و فریاد میزنند رکاب میزنند حرفهای پس بلند میزنند باید توبه کنند این بود برحال خلاصه بحث من و شما موضوع من و شما که از ارزش‌های ملی و از زبان خود از فرهنگ خود همیشه حمایت کنیم و ما که داریم ارزش‌های ملی که داریم حفظ ارزش‌های ملی الان که داریم مثلا استقلالیت داریم خدا را شکر الحمدلله در زمان شوروی مردم از زبان روسی بیشتر صحبت میکنن و افتخار هم میکنن اما با زبان تاجیکی صحبت مردم عادی رو میکنن این یک فخری بود در درجه اول زبان روسی بود از الحمدلله با زبان تاجیکی و زبان فارسی صحبت میکنیم سال کارم با زبان تاجیکی است همه فخر میکنیم و بسیاری ارزش‌های خوبی داریم در این زمان بعد استقلال الحمدلله وظیفه ما یک چیز دستور بود یک چیزی به دست اومده استقلالیت زبان پرچم برحال این ملت و این مردم هر چیزی که داره وظیفه تک من شما یک ارزش باید دارم فخر نکنیم با چیز دیگونه به همه چیزی که داریم الحمدلله و لباسهایی که داریم زبانی که داریم حتی لباسهایی بگیم که در نظر دیگران چی می‌کنیم لباسهایی که داریم بخدا از بین با اینا فخر نکنیم افتخار کنیم از هر صورتی که داریم چهره‌ای که داریم فخر کنیم بعضی از چهره خدادادی ناراض ما فرزندان خود را بفرماییم که فرزندان ما از همین سرزمین هستیم فرزند همین سرزمین هستیم با او اجداد ما کی بودند و کی هستند و چیکار کردند و فخر می‌کنیم در این میگیم فیلم‌ها و در جای دیگر رو ببینیم در خراب‌ها و دیگر چیزا نگیم که با اینا بهترن ندارن ما فقط هم در ذهن خودت فقط همون باشه که اینو بهتر است نه ما خوب داریم ما استعداد داریم ما توانایی داریم ما بسیار چیزا داریم اما برای فرزند خود را تشکیل نمیدیم ما فارسا ما تاجیکا چی شهامت‌ها و چی بزرگی در تاریخ نوع ما هست سعدی مثل سعدی شیرازی کسی در تاریخ داره مگر مثل اسماعیل محمود در تاریخ مثل انسان شخصیت هست که کم هست مثل رودکی و دیگر شاعران بزرگان هست مثل امام بخاری ابوعلی مثل هست ما این رو در اشتباه استفاده میگیریم هست چرا استفاده میکنیم دیگران استفاده میکنن اما ما خودمون نشستیم در کتابخانه تماشا میکنیم دعا کنیم به خاطر رسول الله سبحانه و تعالی اولا صحبت‌هایی کردیم و نمازی که میخونیم و درگاهش قبول می‌گرداند الله سبحانه و تعالی گناهان من و شما را بیامرزد و عفو کند و خداوند متعال از من و شما راضی و خوشنود باشد و الله سبحانه و تعالی ملت ما را و مسئولین ما را و همه این سرزمین ما از همه گزند از همه ضررها در این نگه بدارد و حفظ بگرداند و خداوند متعال کسانی که برای این سرزمین خدمت کردند و خدمت میکنند الله سبحانه و تعالی بهترین اجر و بهترین پاداش نصیب بگرداند
و این روزه که ما الحمدلله بگیم که هر چیزهایی که داریم به هر حال امن و امان هستیم، اینو اولا فضل پروردگار، دوما زحمت همین مسئولین و زحمت همین فلوانان هست که به هر حال خدمت میکنن، به هر حال تلاش میکنن، محنت میکنن و تا اینکه ما مردم آسوده و آسایشته زندگی کنیم، الله سبحانه و تعالی بهترین پایگاه و بهترین خیرات و خدا نصیب بگرداند و خداوند متعال گذشتگان ما شما رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند و برادرانی که در خیر میکنند، خوبی میکنند، چه برای مسجد چه برای دیگران، الله سبحانه و تعالی در درگاهش قبول بکنند و دنیا و آخرتشون را نیک بگرداند و آباد بگرداند. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادر دومی انشاءالله نماز یک برادر از من شما درخواست کردم و طلب دعا کنم برای برادر شما که به مشکلی داشته هستند. دعا کنیم الله سبحانه و تعالی به فضلش و به رحمتش مشکلی برادر حل کند و آسان بگرداند. آمین یا رب العالمین. رحمت الله در حق پدرش دعای خیر رحمت الله سبحانه و تعالی پدر و رحمت مغفرت شایسته جنت بگرداند. آمین یا رب العالمین. پدرش در حق دخترش دعای شفا دعا کنیم الله سبحانه و تعالی این خواهر را و این فرزند را یک شفای کامل و عاجل نصیب فرماید. آمین یا رب العالمین. و در آخر دعا می‌کنیم که الله سبحانه و تعالی مشکلات همین من شما را آسان کردند، مشکلات دنیا و آخرت من شما را، هر خواهرانی که برادرانی که طلب دعا کردند مجبور نتونیم همین را بخوانیم به هر حال بعضی وقتا نمی‌شود. خداوند متعال مشکلات همین مسلمانان، همین مؤمنین را و همه بیماران ما را شفای کامل و عاجل نصیب فرماید. خداوند متعال دنیا و آخرت ما را آباد بگرداند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سفر الرسول الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت سلام ومنك سلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فرض ظلمنا وصلنا وينفع وإنه وترحمنا ربنا وكن في الكلام والشكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.